سرخط خبرهای مهم. یک زن حامله بعد اخراج از روسیه در تاجیکستان فوتید. کشورهای منطقه در مسکو وضع افغانستان را بحث میکنند. بازداشت 3 خواننده صنف 8 برای کلیان کشی در مکتب. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان میگردد. امروز پنجشنبه 3 اکتبر. وزارت تندرستی تاجیکستان سبب‌های مرگ یک زنی را که از روسیه اخراج و هنگام زایش در تولدخانه شهر ترسونزاده فوتید تحقیق دارد. استاد محمد علیزاده ساکن 22 ساله دهه شادمانی شهر ترسونزاده روز 25 سپتامبر هنگام جراحی برای بیرون آوردن طفل بطنش جان داده است. 2 هفته پیش او را از روسیه به تاجیکستان اخراج کرده بودند. در وزارت تندرستی به رادیو آزادی گفتند که سبب‌های مرگ این زن را هنوز پورا دقیق نکردند. پیوندانش میگویند چون این زن از خانواده لولی تباران بود نسبت به او بی‌توجهی شده است. تاج‌الدین یتیموف سردکتر بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده روز 2 اکتبر به رادیو آزادی گفت که سبب مرگ این زن دیر مراجعت کردنش به بیمارخانه بود. او گفت معلوم کردند که این زن هنگام بازداشت و اخراج از روسیه اذیت کشیده است و دیگر توان زاییدن طفل را نداشت. نزدیکان این زن از ناحیه شهر نو گفتند واقعا او از روسیه تا تاجیکستان در ماه 9 حامله‌داری به سختی رسید ولی هنگام بازداشتگاه بردن احوالش خوب بود. مقامات تاجیکستان فوت مادران هنگام تولد در تاجیکستان را معمولا اعلان نمی‌کنند. سازمان جهانی بهداشت در گزارش خود از 2 سال پیش گفته بود که در تاجیکستان از میان هر 100,000 مادر هنگام تولد 24 نفر می‌فوتند. سال 2019 برای مرگ 6 زن هنگام تولد در ولایت ختلان 2 مقام بلند مقام ساحه تندرستی را از منصب برکنار کرده بودند. اکثرا پزشکان نزدیکان زنان فوتیده را گناهکار می‌کنند که به پزشکان دیر مراجعت کردند یا دوره حامله‌داری را درست پشت سر نکردند. مقامات کارهای داخلی در شهر دوشنبه پدر و مادر 3 خواننده را برای کلیان کشی در مکتب مجازات کردند. به اطلاع ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه 3 خواننده صنف 8 یک مکتب پایتخت با خود به مکتب کلیان الکترونی برده در وقت تنفس به استعمال آن مشغول شدند. طوری در عکس‌های نشر کرده ریاست دیده می شود 2 نفر آنها دخترانند. وابسته به این نسبت به والدین خوانندگان با ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده کارهای فهماندهی گذرانده شده است. نظر نزدیکان خوانندگان معلوم نیست. در گذشته مقامات از چنین کردارها میان خوانندگان خبر داده بود. قرار است روز 4 اکتبر در شهر مسکو جلسه 6 مشورت‌ها عاید به افغانستان در سطح نمایندگان مخصوص کشورهای منطقه برگزار شود. در این باره خبرگزاری اینترفاکس از قبل ماریا زخار و سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه خبر داده است. به اطلاع منبع به این همایش نمایندگان هندوستان، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دعوت شدند. زخارова گفت امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه حکومت طالبان هم به حیث مهمانی اساسی دعوت شده است. قرار است متقی با سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه واخورد. به تاکید سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه روند صلح ملی و همکاری‌های کشورهای منطقه با کابل از موضوعهای اساسی همایش هستند. این چرابینی در حالی برگزار می شود که کشورهای منطقه از جمله روسیه تلاش دارند با حکومت طالبان رابطه برقرار کنند. اخیراً خبرهای نشر شد که نمایندگان تاجیکستان هم به کابل رفته با مقامات طالبان واخوردند. در دوشنبه این خبر را تصدیق یا رد نکردند. طالبان 3 سال است که قدرت را در افغانستان در دست دارند ولی حکومت آنها را یگان کشور به رسمیت نشناخته است. سالهای اخیر مقامات از افزایش شمار زنهای مهاجر در برابر مردان خبر می‌دهند. معمولا زنان فرزندان خود را در تربیت والدین و یا نزدیکانشان می‌گذارند که در نتیجه به گفته جامعه شناسان بر روان و تربیت کودک تاثیر منفی می‌رساند. موضوع دور از مهر و تربیت پدر و مادر ماندن کودکان اخیراً در شبکه‌های اجتماعی در پی پیدا شدن یک نورس در کوچه سر بحث شد. یک کاربر فیسبوک خبر داد که روز بارانی از کوچه نورس 12 ساله را پیدا کرد که گفت جای رفتن ندارد. نورس نقل کرده است که مادرش در روسیه است. این نوبت ما در بخش نظرسنجی از ساکنان پرسیدیم که مهاجرت به کودکان چی تاثیر می‌رساند. وقتی
که پدر یا که مادر در Россия یا که یگان دو کورکنی میرن البته با کودک تاثیر میکنه که کودکو به نظارت میمونن خیلی که کودکو را نظارت کردن در کره مقصد آینده ده یک آدمی یکی یک کارگری ناز کلان شوند و چی اینما هر روز دخترم ای مکتب میگیرم خونه میبیرم قطعی درس میکنم یاردم میکنم که خیلی همین یک روز نه یک روز فایده میرسه گفته همین نیتمون میکنیم البته کودکو را نظارت کردن این حتمیه پدر و مادر باید اینا یکم درجه دا موندن در کرده چقدر هر روز ما نظارت میکنیم و هر روز نظارت کردن نمیتونن هر وقت مثال ای خواندن و ای احوال فرزندشون هر روزش خبر گرفتن نمیتونن تلفنی دیگه و ای نزدیک دیگه مجبور میشن که پدر مادر میره کار میکنن برای فرزند میگه من هم خیلی در زندگی وایم آزادانه من شرایط خوبم موش زندگی کنم میگه من هیچ وقت تنها نمیمونم نمیرم پدرش چقدر کارگری وای دائما در روحی سفر است یا مهندمون است خب باشن با خوب لیکن مجبور بسیارتر مادر قصد که مرکزهای کامپیوتری بازی میکنن میدروی فریاد میکنن دیگر رفتارهای نامطلوبه که میکنن و بسیارش از طرز درست نموندن طرز درست تربیه است بسیاری از نتیجه همون مهاجرت مهنتی در مهاجرت مهنتی بودن پدر مادر است والدین است به همین خاطر اگر که والدین در همینجا باشه یک سهم خودش میگذرونه و کودک میدوند که پدر مادر هست مثال بگهی نمیبرد نمیرود مثال بعد مکتب نمیرود مرکزهای کامپیوتری و دیگر چی فرزند پدر و مادر اساساً بعد مکتب فرزند خود در یگان محفل های تربیوی میگذارد مبلغ گذاری نظارت از بالاش از کوه که خود طفل است و خرد است و مثال خودش به حال خودش گذاری و هر چی خواهد میکند وقتی که پدر و مادر هست و در یک ترتیب و نظام درست میدارد و اگر که همین ترتیب و انتظام درست نباشد کودک است و به هر جریانی که بخواهد میرود جریانی که نامطلوب هم هستند جریان مطلوب همین خاطر افسوس که گرچنده که مثال مهاجرت مهنتی خوب است برای پول پیدا کردن پول روزگار گذراندن اما جهت‌های منفیش همی است تربیت دور از فرزندان دور از تربیت میمونه تاثیر خیلی وزبین داره مقصد همین هر چی باید وبریم دعوایش مقصد که تربیت درست باشه وقتی پدر مادر که نباشه تربیت درست مقصد گرفتن نمیتونم کودک برای ما آینده مقصد کوشش کنن که پدر و مادر رو تربیت درست در وقت ساعتش مقصد که برسونن خوبتر بهتر میشه بیننده های عزیز شما هم میتوانید نظرهای خود را زیر این برنامه برایمان نویسید. حکومت ایران تمامی پروازها را تا صبح پنجشنبه 3 اکتبر منع کرده است. با گزارش خبرگزاری تصنیم این کار با هدف بخطری پروازها در منطقه گرفته شده است. تصمیم مقامات ایران درباره لغو پروازها در پس منظر حمله این کشور به اسرائیل و پاسخ احتمالی تل‌آویو گرفته می شود. شام 1 اکتبر تهران با 10 موشک به شهرهای اسرائیل حمله کرد. مقامات اسرائیل گفتند پاسخ این کار را می‌دهند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. اکتبر سال 1908 در شهر بخارا در حوله میرزا عبدالواحد منظم یک معارف پروری معروفی دور اولین مکتب اصول نو یا جدید تأسیس شد.
дар он дар қатори улуми динӣ илмҳои дунявӣ низ омӯзонда мешуд. дар 2 моҳ шумори шогирдони он ба 12 нафар расид ва аксари тарафдорони усули нав маорифпарварону наздикони онҳо соҳибкорони замонавие буданд ки зарурати ислоҳот дар низоми маориф ва босавод кардани мардумро дарк мекарданд. ин мактаб дер напоид, вале тавонист ҷомеаро ба зарурати тағйири низоми омӯзишу парвариш водор кунад. 3 октябри соли 1959 дар тоҷикистони шӯравӣ нахустин шабакаи телевизионӣ фаъол шуд. намоишҳои аввалини он ҳамагӣ 3 дақиқа буданд ва вақти боқимондаи 2 соатӣ асосан бо филмҳои мустанад пур карда мешуд. дар солҳои истиқлолият ҳукумати тоҷикистон шабакаҳои нави телевизионии мисли Сафинаю ҷаҳоннамо, Баҳористону синамо ва дигарҳоро роҳандозӣ карданд ки асосан ба бостобу таблиғи сиёсати давлат равона шуданд. ҳукумат ба душворӣ иҷозаи таъсиси телевизионҳои хусусиро медиҳад. 3 октябри соли 2020 дар авҷи пандемияи коронавирус театри ба номи Туҳфа Фозилова дар шаҳри Конибодон бори аввал дар таърихи театри тоҷик намоиши онлайниро ба роҳ монд. намоишномаи бозичаҳои театри Конибодонро дар YouTube ва саҳифаҳои дигари иҷтимоӣ он рӯз ҳазорҳо тамошобин дида тавонист. ин дар ҳоле буд ки вазъи театрҳои касбии Тоҷикистон ки асосан ба сабки суннатии тамошобину саҳна корро пеш мебаранд, солҳои охир бо мушкилоти зиёд аз ҷумла камбуди намоишҳои дилрас ва камии тамошобин рӯбарӯянд. субҳи имрӯз қурби рубл поин рафта 1000 рубл ба 112 сомонӣ баробар шудааст. 100 евро ба 1179 сомонӣ ва 100 доллар ба 1065 сомонӣ баробар аст. ин қурби расмӣ аст ва аз бонкҳои тиҷоратӣ фарқ мекунад. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома, аммо шумо ҳар лаҳза метавонед хабару гузоришҳои навро дар сомона ва шабакаҳои иҷтимоии Радиозодӣ пайдо намоед. то фардо, худо нигаҳдор.